سلام، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خیلی عالی باشه. ساعت 6 و تقریبا 20 دقیقه صبح. من تقریبا ساعت 5 بیدارم، هی میخوابم هی بیدار میشم و ساعت 6 همسرم با دوستش رفت ارومیه. بعد منم دیگه بیدار شدم، همجوری داشتم تو اینستا رو چک میکردم. بعد یهو یه متنی خوندم که نوشته بود افراد افسرده و غمگین تمایل زیادی به خوابیدن و ماندن در رخت خواب دارن. این شد که زودی دیگه اومدم از تخت بیرون. بعد البته من تا یه قهوه نخورم بیدار نمیشم، پس برم یه قهوه درست کنم برای خودم، بعد بیام. روزهایی که من تا بیدار شم و برم برای خودم یه قهوه درست کنم، تا قهوه آماده بشه ذهنم هر چی میگه بهش میگم خفه شو خفه شو خفه شو خفه شو. هی میخوام که تمرکزم به هم نریزه، چون ذهنم چیزی جز این نمیگه که بگیر بخواب خنگ. خب من اولین کاری که برای امروزم انتخاب کردم اینه که جزوه جلسه 6 آموزش فن بیان رو باید کامل ترش کنم. بعد بشینم دوباره فایل هاشو ضبط کنم و برای بچه ها بفرستم. من جزوه رو نوشتم و چیزهایی که قراره به دورمون برای این جلسه‌مون اضافه بشه رو نوشتم. قبل اینکه بریم سر ضبطشون اینو خواستم بهتون بگم که من کلا اهل صبحونه نیستم. مثلا اصلا یادم نمیفته که مثلا صبحونه بخورم، چون اکثرا هم تنها میشم. وقتایی که همسرم هست میخورم، ولی وقتایی که نیست اصلا یادم نمیفته تا نهار که مثلا من صبحونه نخوردم یا گوشتم بشه و اینا. بعضی روزها خیلی میزنه به سرم، اونم صبحونه های چرب و چیلی که امروزم یکی از اونا بود. بعد یادم افتاد که ما لوبیا گرم داریم. منم که عاشق لوبیا گرم، جاتون خالی. رفتم برای خودم گرم کردم آوردم بخورم. بعد بریم سراغ ضبطام. امروز تازه میخوایم بریم بیرون، یه چند تا خریدم داریم. بفرمایید. خیلی دوست دارم. خب من صبحونم رو خوردم، اومدم که در مورد یه چیزی باهاتون صحبت کنم، در مورد ورزش. من دختری نیستم که ورزش جزء روتین روزانم باشه. از یه طرفی هم خیلی دوست دارم که هر روز ورزش انجام بدم. خیلی وقتا هم شده که توی برنامه‌های روزانم نوشتم مثلا امروز 20 دقیقه ورزش میکنم، امروز نیم ساعت ورزش میکنم و هیچ وقتم اون کارم تیک نخورده. چرا؟ چون عادت ندارم به ورزش کردن و اصلا 20 دقیقه نیم ساعت برای من خیلی طولانی به نظر میرسه. حالا اومدم چیکار کردم؟ گفتم شاید کسایی اینجا باشن که مثل من باشن، مثل من دوست داشته باشن ورزش انجام بدن ولی نتونن. گفتم اینو بگم بهتون، شاید به درد شما هم بخوره. اومدم چیکار کردم؟ اومدم ورزش هر روز 5 دقیقه برای خودم ورزش گذاشتم. ولی خب ورزشی که چجوری بگم، ورزشی که خیلی تنده. مثلا از اون حلقه میرن هول هوپ میگم فکر کنم بهش، از اون استفاده میکنم، میرقصم، پیاده روی تند انجام میدم یا پروانه میزنم. اینجور دیگه 5 دقیقه ورزش تند، نه اینکه مثلا آروم قدم بزنی 5 دقیقه تموم شد آخه من امروز ورزش کردم. نه، 5 دقیقه ورزش تند
و هر 2 روز 1 بار 1 دقیقه به ورزشام اضافه میکنم. من تازه این کار رو شروع کردم، حالا قدیمی هم نیست، تازه شروع کردم و الان رسیده به 7 دقیقه، یعنی امروز 7 دقیقه ورزش دارم. هر 2 روز 1 بار 1 دقیقه اضافه میکنم تا اینکه برسونم به نیم ساعت. بعدش هم باشگاه ثبت نام کنم. زیر نیم ساعت ارزش نداره باشگاه ثبت نام کنیم، من تو خونم هم کارها رو میتونم انجام بدم. حالا اینجور شد که گفتم بگم بهتون، شاید شما هم مثل من باشید، ولی خب خیلی خوب بوده، خیلی حس خوبی میگیرم بعد اینکه ورزش میکنم و اون توی برنامه‌ام که می‌نویسم مثلا 5 دقیقه ورزش، 6 دقیقه ورزش، 7 دقیقه ورزش، وقتی اون رو تیک میزنم خیلی حال خوبی میگیرم. امروز خب 23 فکر کنم فروردینه و قراره که تا آخر این ماه 10 دقیقه ورزش رو تیک بزنم. از اردیبهشت ماه میریم برای افزایش تا 20 دقیقه اینجوری. چطوری؟ یه جوری آشپزخونه ما ترکیده که حد نداره. با هم بریم تمیزش کنیم. خب بعد اینکه آشپزخونه رو تمیز کردم گفتم یکم بشینم کتاب بخونم بعدش برم بیرون. من بیشتر کتاب هایی که میخونم رو، البته دوست دارم بیشتر کتاب ها رو بگیرم، کتاب رو لمس کنم بخونم، ولی حالا اگر هم نشد از اپلیکیشن فیدیبو، ببینید فیدیبو یه همچین محیطی داره، بعد اشتراکم میتونید بگیرید، فیدی پلاسه که من اشتراک 1 ساله دارم. بعضی روزها برای اشتراکم تخفیف میذارن، الان 30% تخفیف گذاشتن، ولی خب بیشتر از این هم میذارن، مثلا 70% 80% میذارن. اپلیکیشن فیدیبو رو دانلود کنید. بیشتر 90% کتاب ها، 95% کتاب ها هستن. کتاب های صوتی هم هست و کتاب های اینجوری متنی که من بیشتر کتاب های متنی میخونم. دوست دارم که ببینم، حافظه تصویریم دوست دارم تقویت بشه و اینکه برای تقویت فن بیان و تقویت صدا ما یه تمرینی داریم که اونم اینه که متن رو با صدای بلند بخونیم و خیلی شمرده. من باشگاه 5 صبحی ها رو میخونم، آموزش مجریگری رو میخونم، بعد اینایی هم که مثلا خوندم، ببینید 53% این رو خوندم، 60% این رو خوندم، 76% این رو خوندم. این جزء کتابیه که من 3مین باره که دارم میخونم، خیلی قشنگه. فن بیان و سخنوری تازه شروع کردم که توی برنامه‌ام هست آخر فروردین این 2 تا رو تموم کنم، بعدش برم سراغ کتاب‌های دیگه اینجوری. بعد کتابایی هم که تموم کردی، کتاب اینجا پایین کتابخانه من هست. بعد مثلا مطالعه شده ها میای اینجا، این کتاب ها رو هم توی اینجا تموم کردم. یه سری کتاب ها رو، کتاب های متنی. این یکی از کتاب هایی بود که خیلی عالی بود، خیلی، حتما پیشنهاد میکنم که بخونید.
اینجوری شما میتونید این اپلیکیشن رو نصب کنید توی گوشیتون، هم توی اندروید میتونید هم آیفون، و خیلی راحت ازش استفاده کنید. حالا اشتراکم نگرفتینم میتونید مثلا یک کتاب رو خریداری کنید. اونم خریداری به چه صورته؟ مثلا اینجوری نیست که مثل قیمت های بیرون باشه، خیلی ارزون تر از بیرون، خیلی. ببینید اینا قیمت ها هستن که اینجا زده، یعنی اصلا هیچ بهونه‌ای نمیتونید داشته باشید برای کتاب نخوندن به این صورت. دیدم آقا من اومدم رفتم کتاب خوندم، یه 15 دقیقه اینا کتاب خوندم، بعد که 15 دقیقه کتاب خوندم، بعد من خوابم برد. بعد مادر شوهرم زنگ زد احوال پرسی و اینا که چه قدم کار خوبی کرد. بیدار شدم، یه 20 دقیقه اینا فکر میکنم که چرت زده بودم. بیدار شدم دیگه، همون چرت کار خودشو کرد، خیلی پر انرژی تر شدم. پا شدم آماده شدم رفتم بیرون. حالا ویدیوهایی که گرفتم رو براتون میذارم. رفتم بیرون یه سری خریدا کردم که الان میخوام آنباکس کنم براتون. بعد هیچی دیگه. امیرم زنگ زدم گفت که ما راهی شدیم داریم میایم. اولش بهم گفت که ما نهار میخوریم تو بخور منتظر ما نمون. بعدش گفت که نهار بذار دیگه، زودتر حرکت کردیم و اینا. منم تصمیم گرفتم که براش همبرگر درست کنم، البته چیز برگر. منم از خدا پنهون نیست، از شما چه پنهون. چند روزیه دارم ویدیوهای این کره‌ای‌ها رو میبینم که دارن نودل میخورن. خیلی هوس نودل کردم. قبل ازدواج که خونه مامان اینا بودم خیلی نودل میخوردیم ما، ولی بعد ازدواج امیر اجازه نمیده که زیاد نودل بخورم دیگه. امروز بعد از فکر کنم بعد اینکه ازدواج کردم کلا 3 بار اینا نودل خوردم. الانم دومین سالیه که توی این خونه ایم دیگه، ازدواج کردیم. این یعنی 3مین باره که میخوام بخورم، به خاطر همین خیلی ذوق دارم. با من همراه باشید که یک طریقه خیلی فوق‌العاده خوشمزه درست کردن نودل رو هم بهتون یاد بدم. اول بریم ویدیوهای بیرون رو نگاه کنیم، بعد ببینیم که چیا گرفتیم. اول بریم نگاه کنید بعد برگردید بهتون بگم که چیا گرفتم.
ویدیو خیلی طولانی میشه. خب پس من اینجا این رو تموم میکنم. بیای توی ویدیو بعدی تا هم اینا رو آنباکس کنم بهتون نشون بدم، هم این که بریم نودل رو درست کنیم با هم. بیایید.